یو گایز سلام برای خوش اومدید به ویدیو دوم چنل احتمالاً. و امروز حدس بزنید چی داریم. گرانی قرار بریم پیش این مادر بزرگ ترسناک. و من تا به الان فکر کنم 2-3 بار گرانی گذاشتم تو چنل آپاراتم، ولی گرانی یکو فکر نکنم گذاشته باشم. خب بریم تو. Hello Granny. Yeah. روز اول. خدایا دلم انقدر برای اینجا تنگ شده بود. خب ببین، اول بسم الله اینجا رو میگردیم. اینجا هیچ چیرت و پرتی نوشته. خب یه کاری میکنیم، در رو با میکنیم، اینو میندازیم. تو رو قرآن ندیده باشه. نه ندیده انشالله. همینجور روز اول تموم شد. خیلی عالی. اب نداره، خدا با ماست. الک میخواستم چرا بازی تو ویدیو اینقدر بد در میان؟ گفتم ندیده آخه پوفیوز. هی خب یه بار خب ما اینجا منتظر مونیم تا اون بیشور بیاد. خب اومد. این بار ما رو دیگه اصلا ندید، عمرن اگه دیده باشی. ولی سوال چرا ما رو میگیره میکنه تو همینجا؟ Good night. استرس گرفت. باشه رو خدا. برو نمیدونم، فقط برو. اینجا میتونیم گرانی گیر بندازیم. ببین خب منتظر میمونیم تا گرانی بیاد. تنها چیزی که الان خیلی کمک میکنه یه اصل هست. منتظر گرانیم، منتظر تو میمونم. گرانی ها میریم عقب. آقا این نور من هی صفحه به خود به خاطر دوربین ها. برو تو جون مادرت. Go to home. نه خدا. ببین یه کلم کاشت. اینجا چیا داریم؟ اینجا هیچی. اینجا هم هیچی. ببین اینجا گلوله شاتگان، اینجا قطعه شاتگان نیازه. خب اینجا که هیچی. ادامه میدیم. برو تو. واه الله بردم. خب بریم بالا. ببینیم اینجا چی هست. به والله من چند تا جای اینجا رو فقط یادمه. باشه اینجا. خب این چیه؟ اینو فکر کنم بدونم از کجا باید بریم. خب پس اینو برمی‌داریم، ولی اینجا یه جای دیگه هم داشت یادمه. من خیلی وقت پیش بازی کردم، دید 2-3 سال پیش. خب اینم عروسکه. اینجا رو اول برمی‌داریم. میریم اینجا.
خب اینجا یه عکس از گرانیه، یه تیکش. خب گرانی رو تا اینجا میکشم. اینجا کلید هم داریم. خب الان میگه چرا سر صدا کردیم؟ اون ور سر صدا کردیم گرانی بره اون ور، ما خودمون بریم این ور. خب اینجا من کلام میارم پایین، نگاه تاریکی تاریک میشه واسه همون اینجوری میگیریم گوشی رو و خب آجی خونه گرانی یادم نبود انقدر مونده باشه. خب اینجا رو میچرخون ببینیم چی میاد بالا. بیا بالا. خب اینو که میدیم بالا همین حالا. خب این چیه؟ خواهیم فهمید. فعلا در اینجا رو بکن. این چی میخواد؟ لدر میخواد؟ نه این فکر کنم واسه موتور، اینم یه قطعه اینا میخورم به پای. اون فکر کنم تیکه واسه موتور ماشینه. اینجا ایول گرانی رفت. خب ببین من الان این احتمالاً اگه اون چیزی باشه که فکر میکنم خیلی به نفعمون شد. این کلید اصل هست. بله کلید اصله. خب اینم یه تیکه از شاتگانه. حالا تیکه دیگه شاتگان رو جمع میکنیم. من خیلی دارم ریلکس پیش میرم برو جون مادرت به سمت بالا، برو جون مادرت به سمت بالا. خب این میره بالا، ما کدوم وری باید میرفتیم؟ این ور اومدیم. خب ببین ما از اون ور اومدیم، از این یکی سوراخه بود. خب اینم میخوایم. ببین ما اینجا پیش میخوایم اینجا رو باز کنیم. جاها رو باید یادم باشه. خب یکم بریم بالاتر. خب نه این اون نیست. این نمیدونم برای چیه، ولی خب هست دیگه. این نمیشه اینجا یادمون باشه. اینجا خب اینجا غذای کلاغ رو باید بذاریم. اینجا چیه نمیدونم. یه تیکه یه کلید دیگه فقط میدونم. خب اینجا کلیده. اینجا قفله. اینجا نزدیکتر اینجا به مامان بزرگه است. یکی تماس گرفت رو قطع کنی. خب اینجا هم که هیچی نیست. ببین باید توی خونه هم بگردیم. توی خونه خیلی وسایل هست. اوه نه دنبال من، نه دنبال من. برو پایین رسید. تو رو قرآن بره. اینجا باتری ماشین هست، اونو سریع میرسونیم. خب یه تیکه از چیز فیوز ماشین هم هست. یه تیکه از عکس. خب
خب آقا من باید هم حواسم به دوربین باشه هم حواسم. خب یکی از عکس. وی. خب گممون کرد به والله. من اینجوری یه لحظه خوشگل میزنه به دوربین هیچ نگاهی نمیکنم، ریدم. میگم ریدی به خودت، منم ریدم به خودم. و به والله همجوری دارم عشق ویدیو میگیرم ها. استوب کردم این بود. و اینجا هیچ. یه احساس کنم یه چی افتاد. اما آقا بزرگه. حواست پرت نکن. الان من تقریبا هیچ کاری نکردم و تایم ویدیو به شکل فجیعی داره میره بالا. نه جون مادر. پیچیدم. خیلی لای رفتم. یه لحظه اینجوری میکرد پارم بود دمم بیاد. الان من دارم این ویدیو رو میگیرم، هم از یه طرف به خاطر بازی ویدیو کوتاه هم خوشحالم، از یه طرف پیج نیما رو بستن ناراحتم. الان یه جوری دوگانه سوزم، از یه طرف میسوزم از یه طرف تو کنم عروسیه. خب حالا بریم. ببین اینجا یه باتری داریم، بیا باتری رو فعلا وصل کنیم. قطعات ماشین تکمیله، همه چیو میدونم. تیکه شاتگان هم اینجا هست. ببین یه تیکه از عکس اینجاه، یه تیکه اون بره. ترانه عکس هم میتونیم کامل کنیم. عکس رو اول بریم کامل کنیم بعدین. قبل از اون ببین یه لحظه دیدمش. آره صداش در اومد، چرا من نمیشنیدم؟ خب گاز رو روشن میکنیم، گرانی رفت لالا. الان باید دیگه نمنمه پیامش بیاد. خب آقا ما الان نزدیکترین چیزی که داریم قطعات اینجا و 2 دقیقه گرانی رو نداریم. تو این 2 دقیقه چیکار میکنیم؟ خونه رو نابود میکنیم. برابر 2 دقیقه است، 2 دقیقه بیشتر تایم نداریم. اینجا که هیچی نیست. خب این کلیدم کلید چیز فکر کنم بدم کلید کجا. خب اسپر فلفله، نمیدونم به چه کارمون میاد، ولی فیوز هم میدم پایین. خب ببین من کلم پایین رو به خدا شما جو فرق کلم نگاه. خب ببین اینجا هیچی نبود، یکی از عکس هست. دو دقیقه تمام نشد. یه چی این ور داره برق میزنه. اوه
ببین ما الان اسلحه لازم داریم، یه اسلحه باید پیدا کنیم به شکل فجیح. نیازمند یک دونه اسلحه شاتگان یا بیهوش کننده دارت هست. او اینجا باز شد. نه اینو اصلا عمرت دارم نمیخواد بیدار شد. خب این برای کجاست نمیدونم والا. او این او اون کله که انداختم اونجا اون واسه اینجا بود. اینجا خب اونجا شکسته. گرانی جونم نیا دنبالم گرانی نیا. من از یه جایی به یه جایی دیگه من شدم راه ها رو با میکنم، یعنی قطعات هم داشته باشم دارم راه با میکنم. حس نمیکنم به جایی برسه. تایم ویدیو هم داره میره بالا. خدایا خب ببین اون انداختیم اونجا. نه تا گرانی بریم اونور ما این اکثر میذاریم. این فیوز ماشینه. خب ببین فیوز رو 3 تا میخواد. خب یه عکس دیگه هم بالا بود، اون اکثرم بگذارم میمونه چند تا. 2 تا قطعه دیگه میخوایم. 2 تا قطعه هم دیدم. بریم ببینیم میتونم پیداش کنم. این بهترین راه دور کردن گرانی خود به صورت مطمئنه. خب برو 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 بالا. ببین این یکی از عکس به قرآن شانسی رسیدم بهش، مثلا یادم نبود همچین جایی قطعه عکس داره. خب یه تیکه دیگه مونده احساس کنم توی خود خونه است. خب حالا که 100% گرانی میاد. اون یه قطعهش بود. اون یه قطعه هم باید همینجا باشه. دیدید؟ خب آقا عکس رو کامل کردیم. عکس چیکار میکنه؟ چی نوشه؟ گراند هو نمیدونم چی نوشه. یه عکس ازش گرفتم بعدم متوجه. تو که رفتی سراغ اون ببین اسپریه. ببینم به تو اسپری کنم چی میشی.
خب اسپری هیچ قابلیتی نداره. ببین ما الان یه دونه انبور چیز پیدا کردیم، انبار پیدا کردیم. یه قیچی میخوایم واسه قطع کردن سیمان. اینجا چیز داریم فقط. کتاب و و قارپوز هم پیدا کردیم. خب الان قارپوز چی میده بهمون؟ اگه گفتید نمیدونم چی میده. الان میستری باکس شد ویدیو آقا. میستری کی؟ میستری کی؟ تایی شد کنم. خب من چرا برم تایی شد کنم میذاریم. ببینیم در باز نمیشه. خب یه کله سخت میخواد. خب الان راحت میتونیم با خیال راحت بریم. این واسه ماشینه. خدایا ببین این 6 تا دونه پیچ میخواد. آره این چی میخواد؟ نیت arrow. اون انور رفت و این ور بریم. خب ببین ما کارپوز رو پیدا کردیم. اینجا گشتم اینو پیدا نکردیم. چی میخواد؟ ویپنکی. همه این رو گم کردم. به جز این دره رو برم کلیشو بیارم. خب درد و نفرین. الان کی میخواد این همه رو ادیت بزنه؟ خب ببین فقط کافی کیلو اینجا انداختیم برش داریم. بریم ببینیم اگه اونجا آیتم به درد بخوری نداشته باشه من عقلم به جایی قد نمیده. ببین خب
هیچ ایده ای ندارم، واقعا هیچ ایده ای ندارم. اگه شما چیزی دیدید که من ندیدم و نمیتونستم، تو کامنت ها بنویسید. ویدیو هم تموم شد. ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. احتمالا خیلی کمید، پس 100% دمتون گرم. و همونطور که گفتم اگه چیزی رو دیدید که من ندیدم توی بازی یا چیزی رو جا گذاشتم بهم بگید، تلاش میکنم تو پارت های بعدی جبران کنم. و همتون رو به خدای بزرگ میسپارم تا یه ویدیوی بعد. بدرود.